سیاه. همه فیلم‌های خفن و غیر آبگوشتی با صفحه سیاه شروع میشن و موزیک خیلی مو به تن راست کن که ننه باباها به خودشون میترسن. و لوگوهای خیلی جیگر و نمایشی. برادران وارنر نمیدونم چرا آبجیاشونو نیاوردن. دیسی هرچی داره از بتمن داره. آره چیه سوپرمن؟ بیا جلو داداش. هنوزم شورتتو از رو شلوار میپوشی. یکم با نوشابه بخور. رد بر پرفوکان نمیدونم اصلا چی هست ولی لوگوش با گلاسه. دوستش دارم. خیلی خوب، حالا میخوایم بریم سراغ سخن بزرگان. اگه میخواین دنیا رو جایی بهتری کنید به خودتون یه نگاهی بندازین و تغییر ایجاد کنید. مایکل جکسون که چی باشه بابا، اینو خودم گفتم. بتمن خیلی میفهمه. عضلات منبسط نحوکی دارم، رگاش زده بیرون. 8 تا بخر 9 تا ببر. شب شده پر ستاره، چشمک بزن دوباره. ببینم شما این دوتا کفتر عاشق که تو اتاق بغلی ما بودن و ندیدین؟ خانم آقای لوگانو میگی؟ تازه عروس دومات؟ تصفیه کردم. فقط ماجرا رو از اول برام تعریف کن. نمیدونم تو دنیای جنایتکارا چی میگذره. خدا رو شکر جز اونا نیستم. ارث تو سر دیوار خالی میکنی؟ نه، قبلا باهاش صحبت کرده بودم.